وای بچه ها امروز چقدر پر انرژیم. آخر هفته است، خیلی خوشحالم. زنگ خونه رو میزنم، بذار ببینم کیه. سلام بفرم. سلام عمه، قربونت برم، دلم برات تنگ شده. عمه توی جدی واقعا باورم نمیشه. یه جور رفتم عمل کردم. من تازه را رسیدی، بیا بشین خسته چای واسه دم کنم. 2 روز بعد. ای خودی یک چیزی رو بهش بگم، خیزرم پیش. چی شد عمه، چقدر استرس داری امروز؟ راستش دیروز که رفته بودم یه ماشین واسه خودم بخرم، یه مرد به نام سینا خوشم اومده، میخوای من ازدواج کنم. اونم از من خوشش اومده. یه جوری میترسم بهت بگم، ولی خب منم تا الان دیگه ازدواج نکردم، منم میخوام ازدواج کنم. مبارکه. گفتی سیمیون؟ من باید برم، کار دارم، سری میام. وای گفت سیمیون، باورم نمیشه. نکنه سیمیان خودمونه. بذار یه زنگش بزنم تا نرفتم ازش بپرسم، برم تو خونه دیگه نمیذاره بیام بیرون. الو عمه، گفتی سیمیون؟ آره سیمیون کچله؟ قربونش برم. بچه ها واقعا باورم نمیشه اصلا. یعنی رفیق من الان با عمه من میخواد ازدواج کنه. واقعا اصلا باورم نمیشه. باید برم حالا با سیمیون یه قرار ملاقات بذارم، ببینم حرف حسابش چیه. اینکه هیچی نداره، چند تا دونه ماشین داره کلا. خیلی خوب، حالا اگه باش ازدواج کنی که ماشینشو واسه کنم. الو سلام سیمیون، خوب سیمیون، باید ببینمت. باشه کجا؟ باید ببینم، بیا تو پارک با هم قرار بذاریم. خب بچه‌ها به سیمیون زنگ زدم، الان هم قرار بریم که با هم دیگه قرار ملاقات بذاریم و ببینم که سیمیونم میخواد با هم دنیز ازدواج کنه یا نه. واقعا رسیدیم به پارک و میخوایم بریم با سیمیون صحبت کنیم و ببینیم سیمیون چی میگه. خب بگو ببینم. فرانکلین، آره میخوام ازدواج کنم با من. که اینطور. بذاری با من ازدواج کنم، یه خونه تو لس سانتوس میذارم به نام احمد، یه ماشین بهترین ماشینا من میدم به تو، خودت میدونی. اگه میخواید پارت بعدیشو بذارم لطفا حمایت کنید.